دادگاه نویه جمعی ولایت ختلان ساکن این نویه زوکرجون زیویف را برای دادن دو متهم یک دیگ شوربا و یک دیگ آش در توی عروسی دخترش در ویران کردن طلبات قانون تنظیم و جشن و مراسم گوناگور شناخته به اندازه 70 نشان دهنده برای حسابها برابر به 5480 سامانی یا بیش از $500 با قرب امروزه جریمه بسته است. پروکورور نویه جمعی نسبت به زیویف بر اساس ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده دادگاه نویه با حکم خود از 9 فوریه سال 2022 زیویف را بر اساس امین بند قانون گوناگور شناخته و به 5480 سامانی جریمه بسته است. قانون تنظیم و رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شد، سال 2017 طلبات آن باز هم شدیدتر کرده شد و از جمله قانون‌های بحث برانگیز در این کشور به شمار می‌رود. هر سال در تاجیکستان صدها نفر را برای ویران کردن قانون تنظیم جریمه می‌بندند. تنها در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان بیش از 400 حالت ویران کردن قانون تنظیم ثبت شده است. بر اساس قانون تنظیم شهروندان نمی‌توانند نه فقط برای دعوت مهمانان زیاد یا تهیه چندین نوع غذا در توی و خدایی بلکه حتی برای دعوت دوستان و همکاران به جشن زادروز هم میتوانند جریمه بندند، چون که این قانون برگزاری جشن زادروز را تنها در دایره عائله محدود کرده است. مقامات میگویند قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه‌های توی خدایی کم کرده پسنداز خود را برای کارهای مهمتره چون ساختن خانه، تامین پول فرزندان صرف کنند. اما حامیان حقوق میگویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم آورده و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز یا محدود کردن شماره میهمانان و با مقامات موافقه کردن تعاملنامه توی و معرکه ها در زمان معاصر از یک طرف خنده آور و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می رود.